آسمان شب در اسرائیل. شهر اشکلون. سیستم گنبد آهنین راکت‌هایی که از غزه شلیک می‌شوند را در آسمان منفجر می‌کند. یکی از مهمترین ابزار دفاعی اسرائیل که به گفته ارتش این کشور جان‌های بسیاری را طی درگیری‌های پی در پی در یک دهه گذشته نجات داده. گنبد آهنین برای حفاظت از اسرائیل در مقابل سلاح‌های برد کوتاه طراحی شده و در هر شرایط آب و هوایی کار می‌کند. اول یک رادار پرتابه مهاجم را شناسایی می‌کند. این رادار می‌تواند نوع سلاح و جهت حرکت آن را تشخیص دهد. اگر راکتی به سوی دریا یا نقاط خالی از سکنه در حرکت باشد، تهدیدی محسوب نمی‌شود. اما اگر به سمت مناطق مسکونی برود، گنبد آهنین موشک به سوی آن شلیک می‌کند تا سلاح مهاجم را در میانه راه هدف بگیرد. اسرائیل همچنین به تازگی یک سیستم دفاعی مشابه را به کار گرفته به نام سیدوم یا گنبد سی. این تصاویر ارتش از استفاده از این سامانه برای اولین بار سرنگون کردن یک پهپاد حوثی‌ها که از دریای سرخ پرواز می‌کرد. گنبد سی مانند گنبد آهنین عمل می‌کند، با این تفاوت که بر روی کشتی سوار است. اما سیستم‌های گنبد پایین‌ترین لایه در شبکه پیشرفته دفاع هوایی اسرائیل‌اند. در صورت یک حمله موشکی یا پهپادی از سوی ایران یا نیروهای نیابتی‌اش در منطقه، انتظار می‌رود اسرائیل از سیستم‌های پیشرفته‌تری برای محافظت از خود استفاده کند. در میانشان دیوید سلینگ یا فلاخن داوود. سیستم دفاعی که از گنبد آهنین قوی‌تر است و قابلیت نابود کردن موشک‌های بالستیک کوتاه برد را دارد. بالای آن سامانه‌های خانواده ارو یا پیکان قرار می‌گیرند. پیکان 2 و 3 قابلیت هدف گرفتن راکت‌های دوربرد و موشک‌های بالستیک کوتاه و میان برد را دارند. اسرائیل همچنین سیستم دفاعی پاتریوت آمریکا را در اختیار دارد. پاتریوت یک سامانه دفاع موشکی زمین به هواست که میتواند سلاح‌های مختلف از موشک‌های بالستیک و کروز گرفته تا راکت و پهپاد را سرنگون کند. با این حال احتمال اینکه بعضی از موشک‌های مهاجم بتوانند از این سیستم‌های دفاعی عبور کنند وجود دارد. مثلا گنبد آهنین که شناخته شده ترین و پرکاربردترین سامانه دفاعی اسرائیل است، به گفته ارتش این کشور تا 90% موفق عمل می‌کند. اما در جریان جنگ غزه بعضی از راکت‌های شلیک شده از طرف گروه‌های فلسطینی از گنبد آهنین عبور کرده و چند کشته و زخمی به جا گذاشتند. بعضی از موشک‌های میانبرد و دوربرد ایران مانند شهاب 3 و خرمشهر 4 قابلیت رسیدن به اسرائیل را دارند. سوال این است که ایران چه راهی را برای عملی کردن تهدید خود علیه اسرائیل به کار خواهد گرفت و سیستم‌های دفاعی اسرائیل در مقابله با این خطر چگونه عمل خواهند کرد؟